آیا میدونستی تنها کاری که میتونه متابولیسمت رو روشن کنه، اشتهای کاذب رو خاموش کنه و حتی بهت کمک کنه بدون رژیم سخت لاغرشی همین آب ساده است؟ تحقیقات هاروارد نشون میده بدن تو مثل موتور ماشینه. اگه آب کافی نرسه این موتور از کار میفته و چربی ها رو ذخیره میکنه. امروز قراره علمی و کاربردی کشف کنیم که چطور فقط با نوشیدن هوشمندانه آب میتونی چندین کیلو وزن کم کنی. بیشتر مردم وقتی اسم آب میاد فقط یاد رفع تشنگی میافتن. اما واقعیت اینه که آب یک پیامرسان شیمیایی در بدنه. وقتی بدن کم آب میشه، هورمون‌های استرس بالا میره. سطح کورتیزول بیشتر میشه و بدن فکر میکنه در حالت خطره. پس چربی ذخیره میکنه. این یعنی حتی اگر کم بخوری ممکنه وزن کم نکنی چون بدن در حالت بقا قرار گرفته. مطالعاتی در مایو کلینیک نشون داد که 37% آدم ها وقتی فکر میکنن گرسنه‌اند در واقع فقط تشنه‌اند، چون مراکز تشنگی و گرسنگی تو مغز کنار هم قرار دارن. مغز سیگنال رو اشتباه تفسیر میکنه. این یعنی ممکنه تو بارها بدون دلیل واقعی سراغ یخچال رفته باشی. سارا زن 37 ساله میگفت همیشه عصرها هوس کیک و چیپس داشت. وقتی مشاور تغذیه پیشنهاد داد قبل از هر وعده یه لیوان آب بخوره و هر بار هوس کرد 10 دقیقه صبر، تو 3 ماه 4 کیلو کم کرد بدون اینکه هیچ کدام از غذای مورد علاقهش رو حذف کنه. دلیل علمی این پدیده چیه؟ وقتی معده حتی با آب کمی پر میشه، گیرنده های کششی معده سیگنال سیری رو به مغز میفرستن. این باعث ترشح هورمون‌های مثل GLP و پپتید میشه که به مغز میگن کافیه، دست از خوردن بکش. اما دقت کن، نوشیدن بیش از حد در یک وعده، مثلا 1 لیتر آب یک جا، میتونه فشار غیر ضروری روی کلیه ها بیاره. قانون طلایی: هر 30 تا 45 دقیقه یک جرعه متوسط آب بخور. این کار باعث میشه قند خونت پایدار بمونه، سردرد ناشی از کم آبی کمتر بشه و حس خستگی عصرانه کاهش پیدا کنه. هاروارد هلت توصیه میکنه یک فرد بزرگسال فعال روزانه 2 تا 3 لیتر آب بنوشه بر اساس وزن و دمای محیط. تحقیقات NIH نشون میده کسانی که مصرف آب روزانهشون رو به طور آگاهانه بالا بردن در عرض 12 ماه حدود 2 کیلو وزن کمتری اضافه کردند نسبت به کسانی که به ندرت آب میخوردن. این یعنی حتی بدون رژیم خاص، فقط با تغییر عادت نوشیدن میتونی جلوی اضافه وزن سالانه را بگیری. جان عاشق نوشابه بود. وقتی نوشابه هاشو با آب سرد و برش لیمو عوض کرد، هم 300 کالری در روز کمتر مصرف میکرد و هم بعد از 6 ماه 10 کیلو کم کرد و هم نتایج آزمایش قند خونش عالی. آب سرد یا گرم؟ تحقیقات نشون میده آب خنک میتونه متابولیسم رو 2 تا 3% بالا ببره، چون بدن انرژی مصرف میکنه تا دما رو تنظیم کنه. اما برای هضم آب ولرم یا همدمای اتاق بهترین گزینه است، چون با فرایند گوارش سازگارتره. یک اشتباه رایج: خوردن آب زیاد وسط غذا. این کار میتونه آنزیم‌های گوارشی رو رقیق کنه و هضم رو طولانی تر کنه. بهترین زمان 20 تا 30 دقیقه قبل از غذا یا 30 دقیقه بعد از غذاست تا هم احساس سیری زودتر ایجاد بشه و هم هضم مختل نشه. مطالعاتی روی 100 زن دارای اضافه وزن نشان داد که نوشیدن نیم لیتر آب قبل از وعده باعث کاهش قابل توجه BMI و درصد چربی شکمی طی 8 هفته شد. این کاهش نه از طریق رژیم سخت، بلکه صرفاً با تغییر عادت نوشیدن به دست آمد. تکنیک لیوان اول: هر بار حس گرسنگی کردی 1 لیوان آب بنوش و 10 دقیقه صبر کن.
اگر هنوز گرسنه بودی غذا بخور. 40% مواقع میبینی که میل به خوردن کاملا برطرف میشه. لیلا 28 ساله با همین تکنیک توانست پرخوری شبانه‌اش را نصف کنه. او میگوید قبلا هر شب سراغ یخچال میرفتم. حالا اول آب میخورم و اغلب میبینم اصلاً گرسنه نبودم. از نظر بیوشیمی کم آبی باعث اختلال در عملکرد هورمون لیپتین میشه که وظیفه اعلام سیری داره. وقتی لیپتین درست کار نکنه، حتی بعد از خوردن غذا باز هم احساس گرسنگی میکنی. پس آب کافی کمک میکنه پیام‌های بدن دقیق تر باشن. ورزشکارها هم باید دقت ویژه‌ای داشته باشند. حتی 1% کاهش آب بدن باعث افت 10% عملکرد ورزشی و افزایش ریسک پرخوری بعد از ورزش میشه. بنابراین قبل و بعد از تمرین باید آب کافی بنوشید. راهکار عملی: یک بطری 500 میلی لیتری همراه داشته باش و هدف بذار هر 2 ساعت یکی از این بطری ها را تمام کنی. اگر کار اداری داری، یک آب هشدار بذار تا فراموش نکنی. اگر آب خالی برات کسل کننده است، میتونی آب طعمدار خانگی درست کنی. برش خیار، لیمو، چند برگ نعنا یا حتی چند دانه توت فرنگی بنداز توی بطری. این کار باعث میشه نوشیدن آب تجربه لذت بخشی باشه. ولی مراقب آبهای طعمدار آماده باش. خیلی از آنها حاوی شکر یا شیرین کننده مصنوعی هستند. میتوانند باعث ترشح انسولین شوند و روند لاغری را کند کنند. مطالعاتی نشون داد جایگزینی حتی یک نوشیدنی شیرین با آب در روز میتواند باعث کاهش 1.6 کیلو وزن در 6 ماه شود. حالا تصور کن اگه همه نوشیدنی های قندی را حذف کنی چه می شود؟ از تکنولوژی کمک بگیر. اپلیکیشن های رایگان وجود دارند که بهت یادآوری می کنند هر ساعت آب بخوری و حتی نمودار پیشرفت هیدراتاسیون را نشان می دهند. این ابزارها کمک می کنند انگیزت حفظ شود. کم آبی طولانی مدت باعث بالا رفتن هورمون کورتیزول می شود. کورتیزول بالا یعنی استرس مزمن، ذخیره چربی شکمی و میل بیشتر به خوردن غذای پرکالری. با آب کافی میتونی این چرخه را بشکنی. آب کافی حتی باعث تنظیم بهتر قند و خون میشه و احتمال پرخوری عصبی را کاهش میده. و همین دلیل خیلی از روانشناس‌های تغذیه اولین توصیهشان به افراد پرخور این است که میزان آب را افزایش دهند. آب با کیفیت هم به آب ربط دارد. بدن کم آب ضربان قلب بالاتری داره و سخت‌تر به مرحله خواب عمیق میرسه. پس آب کافی یعنی خواب عمیق‌تر و متابولیسم بهتر. امیر که شیفت شب کار میکرد با تنظیم برنامه نوشیدن قبل از خواب تونست کیفیت خوابش را بالا ببره و طی 2 ماه 3 کیلو کم کرد. او میگفت قبلا هر شب با سردرد بیدار میشدم. الان تازه انرژی دارم. نوشیدن 1 لیوان آب ولرم صبح ناشتا باعث تحریک حرکات روده و دفع سموم شبانه می شود. این کار مثل فشار دادن دکمه ریستارت برای سیستم گوارش عمل میکنه. ولی یادت باشه افراط ممنوع. نوشیدن بیش از 5 لیتر در روز میتونه تعادل سدیم خون را به هم بزنه و خطرناک باشه. همیشه تعادل را رعایت کن. یک شاخص ساده: رنگ ادرار اگر بیرنگ یا زرد خیلی روشن باشه یعنی هیدراتید. اگر زرد تیره شد یعنی نیاز به آب بیشتری داری. آب گازدار بدون شکر هم انتخاب خوبی است. حس نوشابه میده اما بدون کالری و قند اضافه. این میتونه مرحله گذر از نوشابه به آب ساده را آسان تر کنه.
اشتباه بزرگ اینه که فکر کنید که چای و قهوه جای آب را میگیرن. نوشیدنی های کافئین دار خاصیت ادرارآور دارند و بخشی از آبی که می نوشی را دفع می کنند. بنابراین باید آب خالص را هم در برنامه بگنجانید. و اما تکنیک اصلی نوشیدن آب. هر فرد به ازای هر 10 کیلو وزنش 1 لیوان آب باید مصرف کنه. مثلا کسی که 90 کیلوست باید از صبح تا شب هنگام خواب 9 تا لیوان متوسط آب مصرف کنه. فواید جانبی نوشیدن آب زیاده. پوست درخشانتر، انرژی پایدارتر، تمرکز ذهنی بالاتر. این نتایج باعث میشه انگیزت برای ادامه این سبک زندگی بیشتر شود. پس آب فقط یک نوشیدنی نیست، یک استراتژی لاغری رایگانه بدون عارضه و 100% علمی است. کافی است هوشمندانه مصرف شود تا تو را به اندام ایدئالت نزدیک کند. همین الان برو یه بطری آب پر کن و هدف بذار امروز نصف بدنت را با آب تازه سازی کنی. تو کامنت ها بنویس روزانه چند لیوان آب میخوری. شاید کسی با دیدن نظر تو انگیزه بگیره و همین امروز تغییر کنه. سابسکرایب کن چون ویدیو بعدی تکنیک های حرفه‌ای ذهن آگاهی بیشتری رو آموزش میده. زنگوله رو فعال